سلام دوستان. دو تا موضوع رو امروز داشتم بررسی می‌کردم در خصوص مدارس ما، مدارس حاشیه‌ای و مناطق محروم. این سوال برام پیش اومد که چرا دانش آموزان از لحاظ تحصیلی و علمی و تربیتی در سطح پایینی هستند؟ یه بررسی اجمالی که انجام دادم متوجه شدم که خب تو خود همون مدارس روستایی و حاشیه‌ای ما دانش آموزای ممتازی هم داریم، افرادی داریم که موفق شدند مدارج علمی رو طی بکنند، در حالی که هم از لحاظ اقتصادی از همون خانواده ها هستند، از لحاظ فرهنگی و حتی از لحاظ هوشی ما داریم دو تا دانش آموز از لحاظ استعدادی در یک سطح هستن، وارد مدرسه میشن، اما این زرنگ میشه و این تنبل میشه. این بررسی ها که انجام دادم متوجه تا موضوع جالب شدم که گفتم اینو به اشتراک همکارای خوب خودم برسونم. یکی بر اساس نظریه پیشگویی این رو مطرح میکنه که اگر مربی و معلم پیشگویی بکنه که این دانش آموز نمیتونه موفق بشه، این دانش آموز کودنه، این دانش آموز باید این مشاغل پایین رو داشته باشه و این موضوع رو بهش تفهیم بکنه، القا بکنه، بیان بکنه که تو کاری نمیتونی باشی، دانش آموز از خودش رفتاری رو بروز خواهد داد که مرضی معلم باشه، پسند معلم باشه. خب حالا ما باید بیایم در واقع پیشگویی رو برعکس بکنیم، پیشگویی مثبت بکنیم، دانش آموز رو بهش تفهیم بکنیم که میتونه موفق باشه. من کتابی خوندم که دانشمندان روستایی رو مطرح میکنه که بیشتر دانشمندان کشورهای موفق اهل روستا بودن، بیشتر مخترعین و مکتشفین اهل حاشیه شهر و روستا بودن. موضوع دومی رو که خواستم خدمتتون مطرح بکنم بحث انگیزه عاطفی و انگیزه احساسی هست. ما دو تا انگیزه داریم، یه انگیزه عاطفی داریم و یه انگیزه احساسی داریم که همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم، دو تا دانش آموز از لحاظ استعداد یکسان، خانوادگی یکسان، فرهنگ منطق یکسان، اما این زرنگ میشه و این ضعیف و تنبل میشه. میگه که اون انگیزه عاطفی این دانش آموز زرنگ بیشتر تقویت شده. بر اساس این نظریه اگر انگیزه عاطفی دانش آموز رو تقویت بکنیم، محبت بکنیم و احساسات و عواطفش رو بهش توجه بکنیم، مطمئناً بر انگیزه عقلانیش هم اثرگذار هست. یعنی حتی اگر دانش آموز از لحاظ استعداد و هوش در سطح پایینی هست، ولی از لحاظ عاطفی و محبت و احساسات بهش برسیم، میتونه این خلأ رو جبران بکنه. میخوام این رو بگم که ما به عنوان معلمین و مربیان تا میتونیم مهربانی بکنیم، محبت بکنیم. هیچ کس از محبت ضرر نکرده و اگر دانش آموز ما به معلمش علاقه‌مند شد، به مربیش علاقه‌مند شد، مطمئناً به درس و مدرسه هم علاقه‌مند میشه و خواهیم دید که چه تحولات عظیمی از لحاظ آموزشی رخ خواهد داد. متشکرم.